وزیر فرهنگ ازبکستان آوازخوان شناخته ازبک ازودبک نظربیکوف در یک پیام به مناسبت روز قانون اساسی اعلام کرد که کارمندان وزارت فرهنگ از این به بعد در جای کار باید حتما در سر توقی بپوشند. ازودبک نظربیکوف گفت به چنین صورت در این وزارت میخواهند ارزش‌ها و سنت‌های ملی را تبلیغ کنند. در ویدیویی که وزیر در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد دیده می‌شود که کارمندان وزارت فرهنگ چه مرد و چه زن در جای کار توقی در سر کار کرده ایستادند. در سر زنان اساساً توقی سفید معروف به توقی عراقی دیده می‌شود. در سر مردان توقی‌های چارگل چستی، توقی فرغانگی و همچنین توقی‌های یکرنگ مخملی. ازودبک نظربیکوف گفت هر یک خلق به عنعنه‌ها، عادت‌ها و ارزش‌های ملیش احترام دارد. از جمله نمونه‌های لباس ملی ما به مثل توپی، جامه‌های بی‌قصب، رویمال میانبند شاهی تا امروز اهمیت و ارزش خود را از دست ندادند. ما برای تبلیغ عنعنه‌های ملی یک تشبث نو را روی دست گرفتیم. اکنون کارمندان وزارت فرهنگ در جای کار توپی ملی ازبکی میپوشند. او از همه کارمندان فرهنگ و ایجادکاران دعوت کرد که از این تشبث دستگیری کنند. اما ادیبه تاجیک مریم بانو فرغانی نوشته است که توقی چستی یا توسی که وزیر فرهنگ ازبکستان همچنین توپی ملی ازبکی معرفی کرد در اصل توقی ملی تاجیک است. بدانید که نقش‌های این توقی محصول تخیل بانوان تاجیک است. این نقش و گل رمزی روی متاع سیاه با ابریشم سفید دوخته می شود. یعنی این غلبه روشنایی بر ظلمات، تسلط نیروی نیکی بر نیروی بدی باشد. پس این کلاه‌های تاجیکی که چون جشن نوروز مردم دیگر منطقه نیز استفاده میبرند ریشه در عهد نهایت قدیم ما دارد. از این رو باید آن را همچون یک جزو لباس رسمی مردان تاجیک قبول کردن باید و زیاده از این چون ثروت معنوی ملت در یونسکو باید به قید گرفت. ازودبک نظربیکوف که عنوان هنرمند شایسته ازبکستان و ترکمنستان را دارد سال 2017 معاون اول وزیر فرهنگ تعیین شده. ماه ینور سال 2020 رهبری این وزارت را به دست گرفت. با وجود مقام وزیری ازودبک نظربیکوف همچنان در صحنه هنرنمایی میکند ولی بیشتر در کنسرت های رسمی. او از جمله سال 2018 در کنسرت شام دوستی در دوشنبه یک ترانه تاجیکی را اجرا کرده. ماه ایون سال 2021 در دومین کنسرت شام دوستی در پایتخت تاجیکستان ترانه ازبک و تاجیک را سرایید.